یک دو سخن. نشریات دولتی تاجیکستان دیر است می‌خواست که حیات خصوصی و بی‌مزگی‌های ایام حکمرانی عالم خان فراری را در رساله جمع نموده نشر نماید تا مردم بدانند که انقلاب بزرگ اجتماعی ما بار گران یک گاوی بیشاخی را چگونه از گردن خلق به دور انداخت و در این خصوص چند وقت باز متریال جمع میکرد. بالاخره متریال های جمع شده را به من سپاریده درخواست کرد که ترتیب نموده به شکل کتابچه درآورم. اگرچه این کار از دایره اختصاص من بیرون است، لیکن از آنجا که در بخارا زیستم و در مقابل عالم خان فراری سر و کار داشتم، مناسب ندیدم که این تکلیف را رد نمایم. این بود که متریال های موجود را ترتیب داده به شکل همین رساله درآوردم. فطرت. پادشاهان منقیط. امیر عالم خان معزول گریزه که امروز در مملکت های خارج مشغول گذران روز سیاه خود است، آخرین پادشاهان منقیط می باشد. او پادشاه دهم منقیطیان است. مؤسس این سلسله ظالم رحیم خان ابن حکیم به اطالق ابن خدایار خان اطالق است. رحیم بی در سال 1160 هجری 1746 میلادی ابوالفیض خان را که آخرین پادشاه سلسله اشترخانیان است در بخارا نظر بر روایتی مشهور در یکی از حجره های مدرسه میر عرب کشته، عبدالمؤمن و عبیدالله نام پسران خردسال ابوالفیض را نیز به نوبت کشته حکومت بخارا را به استقلال صاحب شده. سال 1170 هجری مرد خونریز و بیباک بوده در راه مقصدهای مردار و غرضهای شخصی خودش از ارتکاب هیچ گونه رذالت و بیباکی ابا نمی‌کرد. بعد از کشته شدن ابوالفیض مدت 12 سال زمام اختیاری بخارا به دست او بود. از این 12 سال 7 سال و چند ماه ظاهرا نائب پسران صغیر ابوالفیض بود. بعد از آنکه آنها را نابود کرد مدت 2 سال و چند ماه خودش حاکم به استقلال بخارا بود تا که در 14 ماه رجب 1172 هجری از وجود ناپاکش حیات قطع شد. بعد از محمد رحیم خان عمک او دانیال اطالق اختیار حکومت را به دست خود گرفته فاضل توره نام کودک خردسال را که نبیره رحیم خان بود به خانه برداشته خود را نائب حکومت قرار داد. بعد از چند فاضل توره صغیر را به قرشی کوچانید و ابوالغازی نام مرد را که از نبیرگان ابوالفیض بوده به دهقانی مشغول بود آورده بود و خانه برداشت و خود به نام ساخته نائب الحکومتی برنگ که میخواست حکومت را اداره میکرد تا که در غوره ماه شعبان در سال 1199 هجری از جهان رفت. مدت حکومت او 27 سال است. بعد دانیال پسرش امیر شاه مراد به مسند خانه نشست. شاه مراد مرد مکار، فریبگر، ریاکار و خونریز بود، لیکن آنقدرها احمق و نادان نبود. وضعیت مملکت و به اعتباری سلاله منقیط را به خوبی میدید. میدانست که این سلاله در زمان نمیتواند حکومت را نگهداری نماید. از سرداران سپاه و ملایان و اهل شهر و صحرا امیدی نداشت. میدانست که آنها به اندک بهانه از او رو میگردانند. بنابراین خود را به درویشی و شیخی زد. در هنگام زندگی پدرش مثل گدایان پایلوچ و سربرهنه میگشت. ظاهرا چنان مینمود که از حمالی و گدایی نیز باکی ندارد، زیرا شیخان و ایشانان اول مراتبه به مریدان خود این کارها را میفرمایند. مردم را باور میکنانید که اون نفس خود را کشته است و اصلا طعام سیر نخورده است. شاه مراد به همین طریقه حیله ها و شیطانی ها خیلی از صوفیان دزد و شیخان مکار را در دور خود جمع کرده شکم آنها را سیر میکرد. آنها در میان خلق نادان و فایده او تشویقات میکردند و را یکی از اولیاءها گفته به خلق نشان میدادند. خرابی بند سلطانی مرو که سبب خرابی مرو است از دست فساد پیوست شاه مراد است. شاه مراد اگرچه ظاهرا خود را شیخ و پرهیزگار به قلم میداد، باطنا خبیث، بی اعتقاد، بی وجدان بود. معیوب‌های سیاسی را که از دولت‌های همسایه به او پناه گفته می آمدند به هیچ گناهی به صورت مخفی می‌کشانید. شهر آباد را خراب کرده هزارها اهالی بیگناه آن را به بازار بنده فروشی بردن وجدان او را نمی‌رنجانید. این امیر حیله‌گر در سال 1210 مرد و حکومت را به پسر خود امیر حیدر واگذاشت. امیر حیدر ابن امیر شاه مراد بعد از آنکه به مسند حکمداری نشست، برای اینکه نفوذ و اعتبار خود را در دل اهالی محکم کند حله دیگر اختیار کرد.
کار حکومت را یک طرف گذاشته آغاز درسگویی کرد. جماعه ملاها که خوشامدگویی و نفاق پیشگی در نهادشان محکم است، گروه گروه به پیش او رفته درس می‌خواندند. امیر حیدر در خونریزی و بیباکی از پدران ماندنی نداشت. یکی از مشهورترین جنایت‌های او این است که جنیدالله مخدوم حاذق را که شاعری زبردست و مشهور بوده، در ترکی و فارسی اشعار آبدارش زبان زدی اهل ادب بود، یکی از جلادهای خود را به شهر سبز فرستاده سر برانید. امیر حیدر در فسق و فجور مشهور بود. هر کجا دختری خوبروی را سراغ می گرفت جبران آورده یک دو شب نگاه می داشت. دختران خیلی از آمیران و سرداران را که زیر دستی او بودند به همین طریقه تصرف میکرد. وفات امیر حیدر در سال 1244 هجری بوده. مدت حکومت او 28 سال است. بعد از وفات امیر حیدر پسر او امیر حسین به جایش نشسته. بعد از 2 ماه و چند روز وفات کرد. به جایش امیر عمر گذشت. لیکن امیر نصرالله پسر امیر حیدر در مقابل برادر خود لشکر کشیده بخارا را محاصره کرد و حکومت را از او گرفت و خود امیر عمر را اول به جان امان داده و از بخارا بیرون کرد. لیکن به عهد خود نایستاده از دنبالش یکی از جلادان خود را فرستاد که سر آن را بریده آورند. برادران دیگر خود را نیز به انواع حیله‌های وحشیانه کشت و حکومت بخارا را به هیچ رقیبی صاحب شد. امیر نصرالله آنقدر خونریز و ظالم و بیباک بود که اهالی بخارا او را با ترقصاب عقب کرده بودند. دختران خوبچهره و پسران امرد مردم را به او به هیچ وجه خلاصی میسر نمیشد. هر دختر و پسری که خود را به 1000 تدبیر از پنجه آن فاسق ملعون خلاص کرده نمیشد، آن قاتل خونریز او را به هر طریقه‌ای که میتوانست به قتل میرسانید. چنانچه میگویند نصرالله روز دخترک از آدم شوندگان بخارا را قهرن و ظلمن به حرم سرای خود می آورد. چون شب می شود حس شهوانی امیر غلبه می کند و به نزد آن دخترک بیگناه می رود. دختر از بین به تعظیم آن خونخوار می خیزد و برای حفظ ناموس از روی آموزش پدر و مادرش به امیر زاری کرده گریه کنان می گوید که تقصیر جان شما پدری من هستید. من خودم را به دختری به شما سپردم. آن مجنون خونریز همین که این سخن را می شنود به حقیقت این حله شرعی پی می برد و مثل یک گرگ دیوانه از حلقم آن بیگناه گرفته خفه می کند. بعد از زمان دست از گلوی او باز می گیرد و مرده‌ای در زمین افتاده او را گذاشته با کمال غضب می رود. یک روز به یکی از ملا بچه امرد که در مدرسه از مدرسه های بخارا اقامت داشته امیر نصرالله کس فرستاده او را می طلبد. ملا بچه نمی آید. پگاهی آن روز مرده آن ملا بچه را از کوچه می یابند. هر کس را به هر بهانه می کشت و تالان می کرد. در زمان حکومت نصرالله خلق بخارا ضیافت مجلس کرده نمی توانستند. هر کسی از فقرا که توی کرده نمی شد اول مجبور بود که عرض کرده اجازت گیرد. نصرالله آنقدر به خونریزی و کشتن بیگناهان حرص داشت که حرصش به درجه دیوانگی رسیده بود. حتی در دقیقه واپسین جان کندن نیز این حرص خونریزی او به حرکت آمد و زن خودش را که کنگس آیم نام داشت به گوشم بند سیماب ریختی گفته به جلاد سپارید. در هنگامی که آخرین قطره خون آن بیگناه به زمین می چکید، آخرین نفس پلید نصرالله نیز هوا را مردار کرده بود. وفات نصرالله در سال 1277 هجری و مدت پادشاهیش 33 سال بود. بعد از نصرالله پسرش مظفرخان به حکومت نشست. مظفر در خونریزی و درندگی و فسق و فجور از پدر خودش 10 لای زیادتر بود. محضاً از برای اینکه چشم خلق را از سیاست و غضب خود ترساند، آدمان بیگناه را به اندک بهانه می‌کشت و به دار می‌آویخت. از منار و از نکارخانه ارگ و پایان می‌برتایانید. از ظلم و جبر او چند دفعه در مملکتش اسیان‌های بزرگ واقع شد. وقتی که اسیان ولایت حصار و کوهستان را پس کرد، از آدمان بیگناه آنجا 1000 نفر را اسیر کرده به جلاد حکم کرد که همه آنها را در یک روز سر ببرد و خودش با یک حرص مجنونانه ریختن خون آن بیگناهان را تماشا می‌کرد. صدرالدین عینی در کتاب تاریخ امیران منقیت می نویسد که در وقت کشتن اسیران چون روز بیگاه شد، غروب آفتاب را 1 ساعت بیش فرصت نمانده بود و حالان که از اسیران هنوز 400 نفر زنده بودند. امیر به حیت نام جلاد خود امر کرد که تا غروب آفتاب باید کار همه را تمام نمایی وگرنه خودت را خواهم کشت. جلاد بعد از این امر قطعی در 1 ساعت همه را سر از تن جدا کرد. مظفر در تجاوز کردن به عرض و ناموس اهالی آنقدر افراط داشت که چند زن را به عنوان زنیابی امیر به خدمت گرفته بود. آنها روز تا شب خانه های مردم را در آمده می دیدند. در هر جا که زن یا دختری خوبروی می دیدند به امیر خبر می دادند.
امیر آنها را جبران برده نگاه می داشت و بعد از نفس مردار خودش را تسکین دادن آن مظلومه ها را به یکی از خدمتگاران دیوسیرت خود به زنی می بخشید. دختران خوبروی اهالی را به حساب گرفته می ماند. هر دختری که زنیاب امیر آمده او را به حساب گرفته رفته باشد، پدر و مادر دختر او را به شوهر داده نمی توانستند. اگر بناگاه کسی یکی از این دختران به حساب گرفته را به زنی می گرفت، در همان شب عروسی به زندان حکم کرده مالش را مصادره می کردند یا می کشتند. چنانچه در تومان اسمت نام یکی از موسیقی شناسان مشهور بخارا دختر به زنی خواسته بعضی هدیه ها می فرستد. پدر و مادر دختر هدیه های او را قبول می کنند. پیش از آن که نکاح شود، آن مرد می شنود این دختر نامزادش به حساب امیر در آمده است. در حال از کرده پشیمان شده چیزهای فرستاده را پس می طلبد و فاتحه را می گرداند، لیکن این قدرها برای تسکین مظفر سیرت کفایت نمی کنند. همین که جاسوسانش اسمت فلان دختر را فاتحه کرده بود، لیکن از ترس جناب عالی فاتحه را پس گردانید گفته خبر می دهند، در حال بیچاره اسمت را 75 چوب زده به زندان می اندازند. آن بیچاره مدت 4 سال در زندان خوابیده از آنجا بیمار برآمده می میرد. هر کس از مأموران و عملداران خودش که زن گرفتنی شود مجبور بود که اولا به امیر عریضه نوشته معلوم کند. امیر که عریضه او را گرفت از جاسوسان خود تفتیش می کرد. اگر دختری که صاحب عریضه گرفتنی است خوشروی باشد، برای خودش می‌خواست و الا به صاحب عریضه رخصت می‌داد. رفیق صدرالدین عینی در این باره واقعه ملا میرک عالمیان را می‌نویسد. ملا میرک عالمیان یا ساول علما از غیر رخصت امیر به خود زن خواست. در شب عقد پس از خطبه نکاح، در وقتی که میرک مذکور در زیر چادر در پهلوی عروس خود نشسته بود، مأموران آمده دستگیرش کردند. الا صباح در بازار رسمان بخارا خونش ریخته گردید. معلم مظفر در رند سیرت آنقدر بسیار است که به نوشتن تمام نمیتوان کرد. ما یقین داریم که همین قدرها نیز برای تصویر مظالم آن خونخور کافی خواهد بود. عاقبت در سال 1303 هجری آن مدبر ظالم دیده از دنیای مظالم بست و به قطار پدران خود به خاک در آمده عالم را از بیم و هراس، جبر و ظلم خود نجات داد. مدت حکومتش 24 سال بود. به جای مظفر پسرش عبدالاحد نشست. در زمان عبدالاحد نفوذ و تسلط دولت مستبیده روسیه در بخارا خیلی محکم شده بود. عبدالاحد مجبور بود که این تسلط و نفوذ حمایت کننده خود را همیشه در هر کار پیش نظر داشته باشد. بنابراین خودسری ها و وحشت هایی که پدرهایش در زمان حکمرانی خودشان میکردند در زمان عبدالاحد کمتر دیده میشد. عبدالاحد موقع سیاسی خودش را و افکار حمایت کننده اش را میدانست. یقین میدانست که او به دسته حمایت کننده خودش غیر از بازیچه چیز دیگری نیست. بنابراین تمام سعی و غیرت خود را در راه تجارت و فسق و فجور صرف میکرد. عبدالاحد غیر از خرید و فروش مالهای تجارتی، حکومت ولایت ها را و منصب های حکومتی را نیز به برابر پول و هم به برابر هوس های شهوانی خود میفروخت. در فسق و فجور و خصوصا در بچه بازی از پدرهای خودش به صدها دفعه زیادتر مشغول بود. هر کس از طرف عبدالاحد به ولایت از ولایت ها حاکم یا قاضی یا رئیس میشد، البته به امیر یک مبلغ مهم با پیشکش و هدیه های مخصوص تقدیم میکرد. اگر پسر یا برادر امرد داشته باشد، مجبور بود که او را نیز همراه پیشکش های مذکور برای او بفرستد. به علاوه خیلی از حاکم ها و قاضی ها بودند که هر سال در هر موردی که به امیر پیشکش و تارتق تقدیم میکردند، چندی از بچه های امرد اهالی را جبران گرفته همراه تارتق میفرستادند. در خصوص اینکه مالیات مملکت در زمان عبدالاحد به کدام درجه بود، رفیق عینی در تاریخ امیران منقید چنین می نویسد: در عهد امیر عبدالاحد صورت جمع زکات سوائم و حصه الخراج زمین های زراعت و اخذ زکات طرق و شوارع یعنی راه ها یک رنگ تاراج و یغما را گرفت. بنابر یک تعامل کهنه از حاصلات زمین های مملوکه سلطانی، اکثر زمین های بخارا از همین قسم است، از 10/4 یعنی از 140 به حساب خزینه ستانیده می شد. در عهد عبدالاحد هم این تعامل رسما و صورتا جاری بود، اما معنی و حقیقتا از 2 یا از 10 به حساب دهقان می ماند یا نمی ماند. باقی همه از آن پادشاه و اعوان او بود، زیرا استیفای حق پادشاهی به این طریقه بود
وقتی رسید یعنی حاصل، مستوفی خراج یعنی املاکدار یا نماینده آن با سوار چند به سر زمین آمده حاصل را از بودش 2 درجه زیادتر تخمین کرده مقدار حق پادشاهی را به قیاس آن تخمین به نام دهقان فلک زده نوشته می رود. عبدالاحد در آخرهای عمر خود به مرض سیفلیس که سبب این مرض به همه معلوم است گرفتار شده بود. در سال 1329 هجری مرد. مدت حکومتش 25 سال بود. اینک عالم معزول فراری که ما در سند بیان احوال او هستیم از نژاد این سلاله خونخوار بیباک است. چنانچه در بالا گفتیم او حلقه دهم این زنجیر ناپاک استبداد را تشکیل داده بود. حالا مناسب است که به ذکر احوال عالم خان شروع نماییم. عالم خان معزول فرالی در سال 1299 تولد یافته تا به حد 12 سالگی در بخارا بود. در سال 311 هجری عبدالاحد او را برای خواندن به پترزبورگ لنینگراد کنونی فرستاده و از برای خدمتگاری 3-4 نفر از امرای دربار را که با تربیت کودکان هیچ مناسبتی نداشتند و با فساد اخلاق و بی‌تربیتی مشهور بودند به خدمت عالم تورا همراه کرده که از احوال او خبرگیران بوده مربی او باشند. 4 سال در آنجا ایستاده به قدر ضروری زبان روسی را یاد گرفت و به آنکه از علم و فنون دیگر بهره گرفته باشد تحصیل 4 ساله خود را تمام کرد. عبدالاحد با لذت به پترزبورگ رفته به مناسبت تمام تحصیل فرزندش ضیافت‌ها و انعام‌ها کرده عالم تورا را ولیعهد اعلان کرد و همراه خود به کرمینه آورد. از آنجا پدر و پسر به بخارا آمدند. شاید به مناسبت ولیعهدی عالم تورا باشد 3 روز سیر اعلان کردند و بعد از آن به ارک بخارا اقامت کرده بعد از چند روز پدر و پسر به کرمینه برگشتند. عالم تورا که تحصیل یک مکتب اروپایی را گویا تمام کرده آمده بود، آیا می‌دانید که در این مدت به چه کارها مشغولی داشت؟ البته گمان می‌کنند که به شناختن احوال مملکت و آموختن راه و رسم حکمداری مشغول باشد و حال آنکه این مسئله برعکس است. واقعا عالم تورا از پدر خود بسیار می‌ترسید. بنابراین بی‌مزگی‌ها و رسوایی‌هایی که بعد از مردن پدرش می‌کرد در این وقت‌ها نمی‌توانست. لیکن روز تا شب و شب تا روز بجز کفتربازی و مرغبازی و مشق عرابه‌کشی کار دیگری نداشت تا که سال 1315 هجری پدرش او را به قرشه حاکم نمود. نادانی و بی‌تجربگی او را در نظر گرفته عثمان بک را آقسقال در خانه او تعیین کرده روانه کرد. عالم تورا همین که از کرمینه به قرشه آمد تمام کار ولایت را به عثمان بک واگذار کرده خودش به عیش و سفاحت مشغول شد. جورا نام یک نفر دوتاری را آورده به آموختن دوتار و تنبور مشغول شد. عبدالرشید پسر نیاز تلماج که همراه خودش در روسیه خوانده آمده بود در قشری زنی خوبروی گرفته بود. عالم تورا به حیله و نیرنگی که ممکن بود او را به حرم سرا آورده جبران به ناموس او تجاوز کرد و بعد از آن عبدالرشید مذکور را آورده مسئله را به او فهمانید و آن بیچاره را مجبور کرد که زن خودش را طلاق بدهد و بعد از وقوع طلاق آن زن را به حرم سرای خود نگاه داشته مدت بازیچه هوای شهوانی خود کرد. در قرغان حاکم نشین قرشی باغ وسیع بود. در آنجا حوض و زورقچه درست کنانیده در آن زورق مشغول فسق و فجور میشد. از احوال مملکت آنقدرها بیخبر بود که هیچ کس به هیچ کدام کاری ولایت به او مراجعت نمیکرد. اگر کسی به غلط مراجعت کند هم نتیجه نمی گرفت. چنانچه کسی که در زمان او به قرشه میرشد بود حکایت کرده که حسین علی خزینه‌چی عالم تورا یک روز از حضور تورا برآمده به من گفت از روی سپارش تورا باید فلان کس را آورده حبس کنی. من در حال او را آورده حبس کردم. بعد از ساعت دیوانبگی تورا از حبس شدن مرد خبردار می شود و با مرشب می گوید تورم سپارش کردند آن را از حبس آزاد کن. مرشب از این 2 امر مخالف یکدیگر به شبهه می افتد و در حال یک عریضه نوشته به تورا تقدیم می کند. مضمون عریضه همین که حسین علی غلامشان به من گفته بود که سپارش تورم شد فلانی را حبس کن، من آورده حبس کردم. باز دیوانبگی غلامشان آمده میگوید که تورم مرحمت کردند که او را آزاد کن. من حیران شدم که از این 2 امر کدامش را اجرا کنم. بنابراین به حضور عرض کردم تا چی فرمایند. عالم تورا در پشت عریضه مرشب رزلوت سمی ماند که درست. مرشب از این عریضه چیزی نفهمیده از عریضه خود نیز پشیمان می شود. عالم خان مدتی در قرشه حاکم بوده. در این مدت احمقی، عهده‌نابرایی و بیخبری خود را به همه فهمانیده بود. عبدالاحد پدرش او را به جای عالم تورا عالم گاو لقب کرده بود. به مناسبت همین لقب به خاطر رسید
که حکایت را که رفیق صدرالدین عینی در کتاب تاریخ امیران منقید می نویسد در اینجا ذکر نماییم. رفیق عینی می گوید عبدالرحیم بک نام یکی از سرکردگان بزرگ بخارا که در عهد امیر عبدالاحد به ولایت‌های کلان حاکم شده و یک نوبت به منصب امیر لشکری یعنی توپچی باشگی هم رسیده بود، همیشه از احوال عمومی و خصوصی امیر مذکور شکایت میکرد. یکی از دوستان راقم حروف که اکثر و اغلب مصاحب عبدالرحیم بک مذکور بود، روزی در پایان یک صحبت شکایت او میگوید امیر حالیه یعنی عبدالاحد نیک است یا بد است، از روی عادت دیر یا زود از جهان خواهد گذشت و نوبت حکمرانی به ولی عهد سلطنت که امیر عالم است خواهد رسید. باره عقیده شما درباره این ولی عهد چیست؟ آیا از این شخص امید بهبودی هست یا نه؟ عبدالرحیم بک میگوید در این خصوص ظن و تخمین خودم را به شما به یک حکایت معلوم میکنم. حکایت این است که وقتی گاوی به گوساله خود در چراگاه بستگی بود، گاو میخ خود را کنده به زمین زراعتی در آمده به خوردن و خراب کردن آغاز کرد. دهقان صاحب زمین از این حال خبر یافت، چوبی به دست گرفته آمد و به سر گوساله که در آنجا بستگی بود زدن گرفت. یک شخص به این حال ناظر بود. از این کار دهقان در تعجب افتاده گفت هون مگن دیوانه شده ای؟ گاو زراعه را پایمال کرد، تو چرا گوساله به حال خود ایستاده را جزا می دهی؟ دهقان گفت من نه دیوانم و نه ظالم، بلکه به خوبی می دانم که اگر خدا نکرده این گوساله از میخ وا شود 100 درجه مادری خود زراعت ها را خراب و پامال خواهد کرد. بنابراین گوساله را نسبت به گاو به جزا مستحق تر می دانم. عبدالرحیم بک در پایان حکایت خود می گوید عقیده من مثل عقیده آن دهقان است و در باره ولی عهد. واقعا بعدا آنکه عالم خان به مسند امیری بخارا نشست و همه معلوم شد که مثال آوردن عبدالرحیم بک به حقیقت موافق بوده است. بالاخره عبدالاحد از بی‌مزگی هایی که عالم تورا در قرشه کرده بود به تنگ آمده، او را به کرمینه به حضور خودش آورده نگاه داشت و بعد از چندی به کرمینه حاکم تعیین کرد. عالم تورا چندان در کرمینه در تخت نظارتی پدرش حاکم بود. عالم تورا چند سال در کرمینه در تحت نظارت پدرش حاکم بود تا که 1328 هجری واقعه فاجعه جنگ شیعه و سنی برپا شد و به همین مناسبت عالم تورا به بخارا آمد. چون فتنه شیعه و سنی واقعا مهم است و ما در اثنای این از مزاج آدمان بزرگ عالم خان فراری خبردار می شویم، مناسب است که این واقعه فاجعه را به طریق تفصیل و در اینجا ذکر نماییم. و ملاحظه این که این واقعه باید با کمال بی‌طرفی بیان شود، نوشته یکی از دوستانم را که این واقعه را نقطه به نقطه تعقیب کرده همه را در آن وقت در قید کتابت کشیده است در اینجا عیناً نقل می کنم و از خودم چیزی علاوه نمی کنم، زیرا همین نوشته دوستم برای ایضاح مسئله کافی و وافی می باشد. آستان قلقشبگی به مسند وزارت پناهی نشسته کارهای خوب از او به وقوع آمد، از آن جمله بزم امردبازی و عرق خورایی و امثال این نوع فواحش خلائق را منع سخت کرده، زیاده به آبادی و ترتیب مملکت کوشیده، از وجه گرانی طرفهای بازارها نیز خبرداری کرده، درباره ارزانی و فراوانی غله و نرخها سخن می گفت. لیکن سخنش به ملا برهان الدین رئیس صدر زیاده سخت می رسید که در وقتی پدرش از وزرا هرگز چنین سخنان را نشنیده بود. وقتی راقمی حقیر بنابر سبب به حواله ملا برهان الدین رئیس بودم که از حضور کشبگی آمده بسیار خفه و خشمگین شده آدمان معتمد خود را به حضور خود حاضر نموده گفت که این کشبگی مرا رئیسی کردن نمیماند، بهتر که به امیر عرض کرده خود را معزول کنیم. از وجه نرخ‌های بازار فلان قضا گفته به من چنان گفت و چنین فرمود. بازارها را چی شده است؟ نرخ‌ها ارزان و غله ها فراوان است. او محزن به شکست من سخن گفت. میرزا صحبا توپچی باشی دروازه به من پیشخیزی کرده سخن او را توقیت کرده می ایستد. راقم حقیر و مشاهده کینوری آن سخت متحیر شدم. میرزا حید بیک صحبا به میانه به طریق اصلاح چیزی گفته است که رئیس صدر مثل وقت حیات پدرش یعنی قاضی کلان که امثال میرزا صحبا و غیر آن جز پیشه رضاجویی وظیفه نداشت گمان کرده تقصبا شما نمیدانید گفته است. میرزا صحبا در جواب گفته است که من که میدانم اما دیگران نمیدانند. گفته به نادانی مشار لعی ملا برهان الدین رئیس صدر سخن رانده است.
از این جهت صحبا را وقتی انقلاب کالیوسوف اول به درغه کرده بعد از چندگاه به تهمت جدیدی او را به قتل رسانیده تمام ملک و مال او را از طرف امیر مصادره نمود. از یک طرف سفیر دولت مستعبده روس نیز که به کاغان بود از آستانقل قشبگی چندان راضی نبوده، بس که آستانقل مرد خبردار و معاهده های روسیه همراه دولت بخارا شاهد و وکیل بود، سفارت مذکور را به هر نوع طلبات ناپذیر نمی ساخت و هرگز سیاست خود را از دست نمی داد. روز شنبه از حجره برآمده کمی راه گشته به تحت تاک تلپکدوزان رسیدم. قریب 50 نفر ملا بچگان حلقه شده ایستاده گفتگوی میکنند. رفته استماع نمودم. میگویند که حراینیان در بیرون دروازه سمرقند آشوری خانی کردند. 2-3 نفر ملا بچه به تماشا رفته بوده است که زده کشتند. در آن وقت تاریخ 1328 هجری 10 ماه محرم بوده. از دیگران نیز پرسیدم که چی واقع است. گفتند آنچه که شنیده بودم. و درسخانه در آمده سبق گرفته بیرون آمدم که آتش فتنه خیلی زور شده است. ملا بچگان جمع شده جنگ میکنیم گفته ایستادند. چون روز شنبه به این منوال گذشت. شب هر جای دوره مصلحت شده ملا برهان رئیس صدر که مجید و دامنزن این آتش بود نیمه شب چند نفر ملا بچگان ترار را طلبیده پنهانی فرمود که وقتی که همه خفته بودند به هر کدام مدرسه های کلان 4 نفری رفته از میان مدرسه ندا در دادند که غذا واجب شد، پگاهی از غذا نمانید. از استماع این سخن همه به وحشت افتاده. از لسبا همه جای از ملا بچه پر شده. هر کس به دست خود ملتق، تیشه، تبر، کلتک و تراشه ها گرفته به فکر دو شدند. و چند نفر ملا بچه های مایه این فتنه از برای دادخواهی به قشبگی عرض کرده بودند که 3 نفر طلبه مقتول گردیده است. قشبگی میدانست که مردن آنها دروغ محض است، بلکه یک دیگر را زدند که وی هم سبب واقعه طلب شده رفتن آنها به بالای روضه خانی بود. نخست ملایمت و پند و نصیحت کرده است که از شمایان این کار مناسب نیست. شما به خواندن علم و استفاده خودها مشغول گردید، نه اینکه مشغول به ویران کنی نمودن باشید. هر کدام شما از هر ولایت رنج مسافرت کشیده آمده اید. آنها به هیچ یک از این سخنان گوش نکردند. لا محال قشبگی فرموده است که اینها را از دروازه ارک عالی بیرون کشیده برآورده پیش کرده به قراول های دروازه تعیین کرده است که بعد از اینها را در آمدن نگذارند. و امیده که به این مقدار سیاست متنبه شده متفقیره خواهند گردید. غافل از این که تحت کار محکم و این قدرها به اتفاق نخواهند آمد. چون روز یکشنبه شد پگاهی از هر کوچه و مدرسه ها ملا بچگان فوج غذا واجب شده گفته نرعزده هر کجا ایرانی یابید کوشید گویان چشم ها سرخ شده به 10 در آمده یک بار جمع شده به طرف ریگستان متوجه گردیدند و هر کجا حمال و رمالی که یافتند چه مقدار زدند و چند دکان ها را از آن ایرانی ها گفته شکستند، اما به چیزهایش دخل نکردند و قصد برآمدن ارگ کردند و عرض احوال خود را به قشبگی کردنی شده. به همین بهانه قشبگی را زدنی و کشتنی بودند، لیکن قراولهای دروازه نگذاشتند که برآیند. چند این احوال را مشاهده کرده به آوازهای بلند میگفتند که خود قشبگی شیعه است و کلان شیعه خود اوست، او را میکشیم. فریادها کرده زور میکردند، نمیشد. غرض که کار به سوای انجامیده قشبگی دید که زمام اختیار از قبضه اختیارش بیرون گردید. اگر از این زیادتر سیاست کند قضیه شیر علی و ملایان مدرسه تیلاکاری سمرقند به وقوع خواهد پیوست. فوری به قاضی کلان به قاجان و رئیس کلان ملا برهان و آخوندان ملا غیاثی صدر و مفتیان مکتوب نوشته تصویر استاد که جماعه ملا بچگان را با همراه ایرانیان اندک نزاع افتاده است. به ارک عالی آمدند، پند و نصیحت در گوش نمی کنند. توقع است که این شورش را آمده پس نمایید. هر قدر کوشش کردیم فایده نکرد، در این باب معذرت باد. راقم حقیر نیز آن وقت به نزد داملا رازقچه مشغول درسخوانی بودم که آدم قشبگی آمده مکتوب را داد. مفتی بعد از مطالعه فوری برخواسته به ریگستان رفتند و جمع از طلبه های خودشان از همراه داملا رفتند. اما راقم حقیر گریخته به حجره آمده متفکر بودم. ساعتی بود که آینده خبر آورد که همراه داملا رفتیم. عالم پر شده، جماعه که آماده غذا شدند و چلوخانه را جمع آمده
از دیدن استازان در گریه شده به میانه گرفته فیغان زدند که چند طلبه امان را ایرانیان کشتند و قشبگی به عرض کردن آمدیم به جایی که عرض ما را شنود مایان را برآورده پیش کرد. داد از دست این شیعی ظالم گویان به دامان آنها آویزان گردیدند و فریاد می کردند. قاضی کلان، رئیس کلان، آخوند و مفتیان هر کدام پند و نصیحت می کردند. به هزار مشقت از میانشان برآمده به ارگ برآمده قشبگی را دیده همراه چند سرکردگان ازبکیه از این بلوا سخن گفته مشورت کرده چنان قرار دادند که علما ملا بچگان را سرشته کنند. قشبگی ایرانیان را سرشته می کند. بعد از آن همه اشان فرآمده به صحن مدرسه رفته به ملا بچگان گفتند که کسی از شمایان نمرده است. آنها قبول نکرده می گفتند که مرده است. خیر، بر تقدیر و مردن آنها شمایان صبر کنید، خدمت از مایان رسد. اگر نمردند فبیحا و الا خنبه های آنها را قصاصاً و دیت خواهیم گیرید. از شمایان حرکت خوب نیست. با شنید امیر و دیگر دولت ها خوش نمی آید. مایان از جانب شمایان وکیل شده از طرف ایرانیان قشبگی متصدی گردیده قرار دادیم که از روی شریعت قطعی نزاع کنیم. ملا برهانالدین رئیس کلان هم به ظاهر هم فکری اینها بود، لکن از تحت مشغولی تافتن ماشینه فتنه بودنش معلوم بود. القصه ملا بچگان هیچ گوش نکردند. امشب نیست بعد این منوال گذشته روز دوشنبه فتنه و آشوب زیادتر شد. باز به همین جایهای محدود ملا بچگان جمع شدند.